Bu menteqədə can verirəm və durmuşam. Faqat İrana cəhət. Pəs عرض ایران قربان olum sana و بالاخره اینکه روزنامه نگاری مستندساز و حذر شده و رادیکال هستم که مفتخرم تنها بلندگوی مظلومیت ایران و نقاط بدون پاسخ قدرت در این منطقه هستم و امروز در این ساعت یک بار دیگر داغدار دخترکی بلوچ هستم به غایت زیبا که به ضرب گلوله در ایران شهر کشته شده. من از جنس و همتبار آن مسعود پزشکیان هستم که در دوره تبلیغات انتخاباتی از بیان درماندگی ها و به قول خودتان ناترازی ها واهمه ای نداشت. آن مسعود پزشکیان با مسعود پزشکیان امروز خب مقداری فاصله دارم من. بنابراین باید عرض کنم که با 73 سال سن هیچ تغییری در مواضعم به شهادت این قلم و دوربین و تک تک مردمان این دیار تا کنون صورت نگرفته آقای رئیس جمهور و در همین راستا حتی از گفتگو و مناظره با تجزیه طلبان و جدایی خواهان بلوچستان هرگز واهمه ای به خودم راه ندادم که متاسفانه با این همه پلتفرمی که به نام شما در فضای مجازی هست این مسئله و در واقع این تابو شکنی که من با این سن سال اومدم انجام دادم که درب گفتگو رو و شفاف سازی از دیدگاه این آقایان و خانم ها مورد توجه اگر قرار می گرفت یک بار یکی می پرسه که آقا تو چی داری میگی؟ دنبال چی هستی؟ بنابراین این چندمین بار از آقای رئیس جمهور که حضرت عالی را مخاطب قرار می دهم. اولین بار در 16/6/403 در طی مقاله‌ای خوانده شده در طی 2 بار یا 3 بار حتی برایتان نوشتم و در طی ویدیوهایی به خوانش آن باز هم پرداختم و در این سیاهه آوردم که زخمهای کهنه این منطقه ناسور و به استخوان نحیف امنیت کشور رسیده از آقای پزشکیان و اگر نگاهی تخصصی از منظر ملی به این منطقه که آبستن حوادث غیر قابل پیش بینی و نشان داده غیر قابل مهار هم هست نشود، فردای ایران در این منطقه اطمینان داشته باشید که به شدت تیره و تار خواهد بود. عرض کردم در 16/6 بنده این عرایض رو تقدیم شما و دولتتون کردم. بر همین اساس به عنوان یک آینده نگر از سال 58 تا کنون آنچه را پیش بینی و با قبول هزینه اعلام کرده بودم از شما خواستم تا قبل از هر گونه گزینش و انتصاب مدیر ارشد دولت در این استان تردید نکنید که باید یک گروه جامعه شناس، حقوقدان، مردم شناس که معتبر و بدون وابستگی به چرایی و چگونگی فرایند 46 ساله برهانخیز بودن این استان آقای رئیس جمهور بپردازند. اینها رو براتون قبلا بنده نوشتم همه رو. اینکه چرا 13 دولت، 12 مجلس، 17 استاندار از نهله های
مختلف سیاسی حتی برای 1 سال موفق نشدند نظمی را در این منطقه برقرار کنند و این منجر به تهیه یک مانیفست همه جانبه رشد و حرکت رو به جلو باید میشد. آیا این انتظار بیجایی بود؟ و در ادامه نوشته و گفته بودم آقای رئیس جمهور، در میان صدها بروز و ظهور حوادث خونبار از فروردین سال 58 تا کنون که این